من گوش که مرا حسد باقیدی نگینه ایراد نگیریم. نه مولوی صاحب ببین روز یک حدیث خوندم در تای پل سیرات یک اژدها 16 تا دندون داره، هر یک دندونش میگه بالوش در 100 سال راه میره. اگر بغلطی دهانی هم داره. در یک حدیث میگه که در زیر همین پل سیرات یک اژدها دندونش قدی 100 سال میشه راه بره. در بالای همون راه میره. بغلطی در دونی دهانی همون اژدها میره. حدیث هیچ نیست. بعد هر کسی را بگو که این عرقه به نماز خدا زده این دایوس این فلانه الله هم ناراحت میشه میگه شاید رو من بخشیده باشم توی بدبخت فرق باشی. تو کیا دنیا بنده مرا محاکمه میکنی او مرتدی او کافری او فلانی تو دل نماز میکنه باید به نماز میگه اگر به نماز ابو خریم نه اگر به نماز پیش من نشونه به نماز چی نکن یکی به نماز عملای دوره کی تو نداری تو نماز میخونی نه در دل دل سگ مردگی خوب مردگی این نماز نمیکنه میگه مثلا که یک هم بغل همجا و محتاج نون چه میره چیز دکسش میره میتکه میره چی که دل سوخ میگه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت. که مولوی بخ طریقتی گپ میزنیم ها؟ بله. مولوی صاحب خوب هستی؟ سوز سلامتی خوبن؟ خداش که. نه وقتتون هست یا گردش از پرسیدن در کار بود؟ بله بله. بهترین مولوی. مولوی صاحب یک سخنرانی شما را تماشا کردیم در رابطه با چیز گپ زده بودین پل صراط گفته بودین که پل صراط بالاش تکش یک اژدها راست چی است همین کدوم کتاب گفته بودین کدوم کتاب دا بیابیم همین حدیثونه انوار العلوم جلد 2 را ببینه در قصه کتابی چی؟ مصنفش کتابی چی گفتی؟ انوار العلوم ها چی گفته که در اونجا؟ جلد 2 دا مصنفش محمد پلانپوری کیه؟ شاه ولی الله یا ما در همونجا درباره گفته بعدی خیلی بزنش با یک اژدها رای دندوناش میگه خیلی کلونه این حدیث تفسیر و همین حدیث از کجا آوردگی است همین این امور غیبی است مثلا ما این چیزا را باید رسول صلی الله علیه و سلم گفته باشد نیست چون امور غیبی است این امور غیبی را برای ما رسول صلی الله علیه و سلم میرسونه همین حدیث کدام کتاب گفتگی هستند میگم که انوار العلوم جلد 2 دا بدرو محمد ولی پلانپوری رحمه الله آوردگی برای تشریح و ترغیب بعد مولوی صاحب من چند چیز شما را گوش کردم من جمله همین مثلا ببین این چیز امور غیبی است این جزء عقیده هست پل صراط جسری است که در بالای جهنم برگزار میشه و این چیزی که شما میگه این چیز منسوب میشه به رسول صلی الله علیه و سلم هیچ کس حقی نداره در امور غیبی از پیش خودش حرف بزنه شما یک چیز مثلا میگه که مثل یک سکس است که پل صراط در بالایش در جای باشه که پل صراط در تگش جهنم است چه اژدها است در درون همون جهنم با قدرت خدا هر چی باشه میاره آخی اژدها رو میاره مارد میاره در قبر میسته همه چی خدا رو هر چی همین حدیث نه اگر بکنه گوش که بابا حدیث نیومده همین تو حدیث قبول نداری تو حدیث قبول نداری وقتی آیات اومد مقابلش هر حدیث خودش تعرض کرد و خودش دیگه چی بشه مغلوب میشه همین حدیث همین حدیث قدیر در تفسیر همین آیات چی حدیثی بیاید جایی زای فهمیدی همین آیات گوش که گیجا خوندگی من خوندگی هم در زاهدان خوندگی هم در مصر در الازهر خوندگی هستم خوب گوش کن تو الازهر دانشگاه حدیث خوندگی ها در دور حدیث خوندگی نه من دوره حدیث خوندگی نیستم با بقیه الازهر ده خوندگیم گوش کن مولوی صاحب دلیل داری که برای مولوی ببین چقدر اینا فرار میکنن در امور غیبی هم حرف میزنه باز چیکار میکنه فرار میکنه من گوش کردم بودم میگفت که یک پل صراط در بالاش یک چی است یک در تگش یک اژدها است میگفت این برا زنگ بزنین کنی کجا شد این فرار کرد رفت وقتی که ما دلیل میگیم مولوی صاحب دور حدیث بخون و تو بیا قدیم مولوی صاحب
میفهمونم نمیفهمی. مولوی صاحب شما بگه فقط شما بگه که کدام حدیث ده همین اومدگی هست، تمام فرق نداره. بگو انوار العلوم گوش کن. انوار العلوم از کدام حدیث آوردگی هست، نمیشه اون کتاب مرجع نیست، مثل بخاری و مسلم نیست. حرف زده است که شما دوره حدیث خوندگی باشید، دوره حدیث خوندگی باشید در اونجا بخاری مسلم و سنن درس داده میشه. برای همین من گفتم که از امور غیبی هست. خب من نمیفهمم مسئله طوری که ها تو آخی میگم اگر سندی دوره حدیث همه داشتی بعد قدیما بحث گوش کن مولوی صاحب من گوش که مرا حسد باقیدی نگینه ایراد نگیره. نه مولوی صاحب ببین من را امین که ممکنه رسول الله لا اله الا الله. ببین بهانه جویی این مردک برای خودش دوره حدیث خوندگی هست، با زعم خودش نمیبرداره، با زعم خودش کار میکنه. من میخواستم در چند موضوع صحبت کنم، همراهش متاسفانه گریخت. اینا هستن کسایی که دم میزنن که ما دوره حدیث خوندگی هستیم. متاسفانه میان برای مردم افسانه نقل میکنند که گویا که در پلیسی را در تگش یک اژدهار باشه و فلان باشه و علام باشه. یا لا اله الا الله. با همین انسان میشنن مردم چیکار میکنن؟ گوش میکنن. همون مولوی بختری که باور کنه فقط افسانه نقل میکنه. در چند موضوع دیگر این صحبت کرده است، اونا نمیبرداره. میخواستیم صحبت کنیم، دعوتش کنیم، ببینیم چیکار میکنه. اقسم بالله آیات را درست خونده نمیتونه، احادیث درست خونده نمیتونه. این مردک تجوید نداره. من نمیدونم برای این چی انسان سند دادگی باشد. آیا این از همون دارالعلوم زاهدان هم که عقیده اونها اشعری است، ماتریدی هست، از همونجا فارغ شده باشه؟ من تعجب میکنم. هیچ باور من نمیآید که همین انسان همین کارا کرده باشه، یعنی تحصیل کرده باشد. همین انسان نمیبرداره. متاسفانه در رابطه به ترک صلات هم صحبت کرده بودن. این شخص نمیبرداره. چیکار کنیم؟ بهانه جویی فقط دوره حدیث خونید. برای ما یک حدیث بیار که رسول صلی الله علیه و سلم گفته باشن. در رابطه به ترک صلات هم صحبت کرده بود، در دیگر مثلا هم صحبت کرده بود. حاضر نمیبردارن. میخواستیم صحبت کنیم و دعوت بکنیم یک بار، چون از بس که غرور و تکبرشون زیاد هست. چیکار کنیم حالا؟ باری آخرم زنگ بزنیم به اسم مولوی بختری، همین انسانی که میبینه امروز در چقدر یاوه‌گویی میکنه که در رابطه با ترک صلات میگه یک انسان نمازخوان است، میگه در قلب این خوک مردگی است، علیه بالله سگ مردگی است. اما یک انسان بی نماز میگه یک آدمی که طعام میتیه اون بهتر است از این. مولوی صاحب من سخنرانی شما را گوش کردم، بیایید ما صحبت بکنیم. تکبر و غرور در کار نیست. شما در دیگر سخنرانیتون میگه که یک انسان نمازخوان است، یک انسان دیگر بی نماز. اما این انسانی که بی نماز هست یک آدم طعام دادگی است، از اون برتر است. و چی دلیل این گپ میگه شما؟ مولوی صاحب این گپ نیست. مولوی تو منظوری حدیث یک از محاکمه و تکبر و غرور نه مولوی صاحب حدیث هست برای تشویق و ترغیب برای انسان دعوت دادن. تو درسی مفتی قاسم نمیشتی، محمد عبدالحمید عبدالغنی نمیشتی، ما پیش اخنون هم نمیزنیم جورا جون. تو امورا گفتیشم که دور حدیث بخون، بعد حدیث رو ترا شهر مولوی صاحب من ترغیب ایشتی ما هر گپ میزنیم ای مولوی صاحب حدیث ضعیف میگه، این حدیثی خیلی نیزی خیلی گپا چی در تو اصل منظور و مطلب انسان دعوا کردن. نه گوش کن ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن ما گپ زنون تو زاو گدی ما گپ زنون. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت در حدیثش که درباره بنی اسرائیل حدیث نیاره، کیسه حدیث نگیم. بعد رجوع کرد گفت مشکلی نیست برای اگر تشویق و ترغیب تون باشه همین حدیث تو نمیدونی چرا که حدیث نخونده یوکی. بله رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتگی است این حدیث. من این حدیث میدونم. مولوی صاحب گوش کن. بلغوا عنی ولو آیه و حدثوا عن بنی اسرائیل. نمیگذاری بگم حدیث.
تو چی میگی سوال دادی به سوال گوش کن معلش خب برای که تو گوش که برای تو در حدیث نخونده جورا جون 33 را میخونی ای ابن موجه میاره مولیک میاره ترمذی میاره این فقط یک صحیح مسلم صحیح بخاری خیلی نیست که فقط همین سیاه سوتا فقط همین دو کتاب حدیثی ندی ابو حنیفه رحمت الله ندی ابن مولیک ندی امام شافعی بعضی حدیثای هست که در نزد ما تو میگیم نزد امام بخاری امام مسلم صحیح نیستن نگی ندی و حضرت صحیح هم بسیار حدیثا را اون منظوری که من گفتم عرب میخره و فلان میکنه و نماز نمیخونه خیلی میکنه در موردی اگر این حدیث هم بدونی او یک کس محاکمه نکنین یک کس نگین نقطه ضعف ایراد یک کس مرتد کفر و فلان نبروری فهمیدی در باب کی برو میویا هر یک چی به خودش یک شهر داره یک توضیح داره اکی اینجا مردم اوم نیستن علم نیستن که من هر یک تیورا بفهمونم اصل مطلب بنده این عمل عمل و بینیت بنده را نیت شمیگی طرف تشویق کنیم دعوت شو اسلام دا بعدا خودش میدونه چی صحیحه چی نیسته شما چی در کنمی برادرها همین نقطه ضعف میگیرین ایراد میگیرین چی میکنین شما بجای خیلی انسان با قول معروف موتیویت ثبتین انسان روحیه بخشین خدمت اسلام گره شما همین روز مرا زنگ زد گفت در همین مسکوت سه تا برومده همین نمره ترا نمره را گفتن خود زنگ زد 3482 چنده میگم مولوی حدیثای ضعیف چی در کنم خیلی گپ بخ میتونی سعی توی که خدمت تا بکن ما اگر ایت ایراد گرفتم ما اگر ترا گفتم که همین حدیث درگی جو اومده که ما امیریش و بتروش تمام شد گپ زنم گپ زنم کنم گوش که استادای ما مولانا همی و همین تمام در اون جمعی سخنرانی را میکردم ایام و میگفتم هم تو که چنین مولانا عبدالحمید غنی و چنین مثال مولوی احمد و چنین مفتی قاسم حفیظ الله تو علم داری ما در همونجا نماز جمعه در امری معروف میکردم همی را چی با هم ایراد نمیگرفتم چی با نقطه ضعف نمیگرفتم ماشاءالله میگفتم همه گوش که هیچ وقت یک کسی من نصیحت ده مثلا نمیشناسم نمیدونم التماس زنگ زدی که ماشاءالله بگو مولوی تمام گوش کن مولوی صاحب وقت اجازه میتی ای هوا گپ نزن من گپ زنم ای هوا بس که گوش کردم فهمیدم اجازه گوش کن تو جواب ندادستی ای پیش خودت گفتستی حدیثی که تو گفته که تو نمیدونی تحمد میکنی گوش نمیکنی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن بلغوا عني ولو آیه وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار همین حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن اگر یک آیه که باشه از من برسانه و از بنی اسرائیل بگه اشکالی نداره و هر کسی که در ادامه حدیث میگه هر کسی که دروغ را نسبت بر من رسول صلی الله علیه و سلم میزنه جایگاهش در جهنم آماده بکنه و مراد از این است که مولوی صاحب امروز ما خودت صحبت کرد میخوایم که همراه صحبت بکنیم ایراد نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم خود میگه که من ریشم میتراشم اگر ببینم خطا کردی نمیگم این خیانت است این خلاف حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که رسول صلی الله علیه و سلم میگه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان كنتم خير امه اخرجت للناس گوش کن نه شما میگه که من شما میگه که شما ببینم نمیگم شما میگه که من ببینم نمیگم گوش کن نه شما گفته است که شما گفته است که در موضوع نه در باب امر معروف و نهی منکر شما گپ زده گوش کردم مولوی صاحب چند دقیقه گپ زدی گوش کردم خب که گپ زدن گوش کنم تو حدیث قبول نداری تو برای چی یک انسان بی نماز از نماز خوان بالا میدونی بچه دلیل حدیث گوش کن انسانی رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتن که گوش کن رسول الله نگفتن که این بین الرجل و الشرك و الكفر صلات رسول صلی الله علیه و شما حدیث میدونه خوب رسول صلی الله علیه و سلم گوش بچه گپ زدی گوش کردیم گپ زدی گوش کردیم مولوی صاحب مولوی ما از رسول الله صلی الله علیه و نه از مفتی قاسم و مولوی عبدالحمید
چون رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتن که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. این حدیث است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من گفتن که وقتی که دیدی یک کسا ای بچه تو گوش کن، من گپ زنم. برای چی به حدیث گپ میزنی؟ برای چی به دلیل گپ میزنی؟ برای چی تو رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که این بین الرجل والکفر والشرك صلاة من ترك صلاة متعمدا فليتبوأ فقد كفر. رسول الله میگه کسی که نماز ترک بکنه بین مشرک و مسلمان و کافر نماز است. تو میگی که انسانی که نماز میخونه از انسان به نمازی که او خیر میکنه این بهتر است. با چه دلیل این گپ میگی؟ آیا من بیام حرف رسول صلی الله علیه و سلم گوش کنم یا که حرف تو گوش بکنم؟ تو این مولوی که ادعا میکنی که نمیدونم مفتی قاسم مولا عبدالحمید و فلان و علان، همین حدیث غلط است. همین که ایراد مقتضا میگیره دین تو بغض و کینه حسد نمیدونی که مومن با مومن باید حسد نکنه. حسد نیست این مولای صاحب، این حسد نیست، این امر معروف است. از باب امر معروف میگیم برای شما. نه من گوش نه، من میخوام که شما را دعوت مولوی صاحب، مولوی ما میگیم که شما را گوش که این سند من همین سند حدیث است، همین حدیث صحیح است. صحیح حدیث سند من سند صحیح است که رسول صلی الله علیه و سلم این بین الرجل والکفر والشرك صلاة. او تو که دوره حدیث خوندی، یک دوره حدیث خوندی بود که ای پیش خود گپ زنی. گوش کن مولوی صاحب، سند کنی همون دلیل من ظاهری حدیث باطنی حدیث مجمل معروف تو گوش کن. این ما همین حدیثه که این بین الرجل والکفر والشرك الصلاة فرق چیه؟ همین حدیثه که این بین الرجل والشرك والکفر صلاة همین چیه؟ برای چی حدیث جزیر گوش کن. ایرا نمیدونه باید عزت یا مبینه برا فهمیدی؟ ما گفتم که مبین باید که انسان تشویق نبگه مرده که در دنطوری نماز خود ترایی مینه گفته که نماز خونی حدیث دونی دنبون در سگ مردگیه. خب ایتا همون یادم به نمازه که من سالا میگه ای سخنی تو من میگه هدایت چیدم نماز خون شدم. تو مردم هدایت نمیکنی، تو میگی که انسان نماز نخونن صدقه بکنن. این هدایت کجاش هدایت است؟ تو میگی که گوش کن، تو میگی که نماز نخونه چه هدایت میشه؟ آقا انسانی که میگیش که صدقه بکن، صدقه یک نفل است، نماز رکن است. چی با گوش نمیکنی تو برای چی؟ باطن گوش کن. حدیث از روی از کجا آوردی؟ سند حدیث در بخاری مسلم، در بخاری مسلم. اعوذ بالله. ببین اینها چقدر بهانه جویی، گریختن، فرار. ما کار نکنیم از باب امر معروف و نهی منکر گفتیم که این کارو نکن، بدون دلیل گپ نزن، در عقیده مردم بازی نکن. از پیش خودت میگی گپ میزنی، یک کافر مسلمان میگی، یک مسلمان کافر میگی، باز هم زبانش دراز است که چی امر معروف. کجا این امر معروف است که وقتی که یک انسانی کافری که رسول صلی الله علیه و سلم اون شخص کافر گفته است، تو میگی که اون مسلمان هست؟ با چه دلیل میگی مسلمان است؟ فکر میکنن که هر آدم باید اینا رو باید گوش بکنه. فکر میکنن که چقدر که در نزد مردم عوام میروان میشینن صحبت میکنن، فکر میکنن در مقابل وقتی که در مقابل یک طالب العلم قرار میگیرن میخوان که همون گونه اونها را گوش بکنی، فقط حرف نزنی، دلیل نیاری، افسانه اینا نقل بکنن، اسکاس نقل بکنن برای مردم. یعنی تو برای خیر بکن، این فقط در برای خیر گپ میزنه. خیر بکن، نماز نخوان. رسول صلی الله علیه و سلم گفتن ترک صلات کفر است. این به کفر دعوت میکنی، تو نه به اسلام دعوت میکنی. وقتی گپ زدن هم گپ گوشم نمیکنه که گپ زنی و چیزام نمیبرداره. ما از باب امر معروف و نهی منکر است. این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است. من رأى منکم منکرا، دارید در منکر غرقی و مردم به منکر دعوت میکنی. زنگش میزنه نمیبرداره. لا حول ولا قوة الا بالله. نمیبرداره این کس. زاهدان خوندی، گیجا خوندی، برای ما دلیلت در کار است، دلیلت بیار. اقسم بالله این نمیدونم، این عباره خونده نمیتونه، این چقدر را سند داده نمیدونم، گیجایی را کی سند داده باشه اصلا.
اونقدر جرأت داری باید صحبت بکنیم، جای آدم خریش نیست، جای هیچ چیزش نیست. چگونه که شما برادران عزتمند دیده همراه این شخص که خودش مولوی باختری عنوان داده هست خواستیم صحبت بکنیم و وقتی که سخنرانی های این شخص ما دیدیم بسیار خزعبلات و چرندیات میگفت برای مردم و میگفت که پلیس راد این است که در زیر اون یک اژدهایی هست که طول اون 100 ساله راه هست. 100 سال گفت 100,000 سال میگفت همین 100 سال راه هست میگفت. از اون طلب کردیم ما که این جز عقیده است، سیرا جز عقیده مسلمان ها هست، از امور غیبی هست، مسلمان ها بر این عقیده دارن، باور دارن. این پل هست که رسول صلی الله علیه و سلم میتونه اون توصیف بکنه برای ما خبر بده. از کدام حدیث گفته شروع کردن فلان عالم در فلان جا گفته است، طبق کدام حدیث ما میدونم که هیچ گونه حدیث وجود ندارد و در رابطه با این موضوعی که این ذکر کردن البته حدیث صحیح طولانی که ابو سعید خدری روایت کرده است و مسلم اون ذکر کرده است، طولانی هست، موضوع دلیلش ما میگیم ثم یؤتى بالجسر فیجعل بین ظهر جهنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن در روز قیامت بر جسر همون پل آورده می شود، در بالای جهنم گذاشته می شود. یعنی در بالای جهنم از پل صراط هیچ گونه اژدها و این چیزها نیستن، اینها خزعبلات هستن. وقتی که ازش سوال کردیم برای فرار همیشه اهل باطل بهانه‌جویی میکنن. شما دارالحدیث خونده، فلان خونده، فلان خونده، شما نمیفهمی. یعنی طوری که اینا صحبت میکنن شما نمیفهمید، گویا که اینها ظاهر دارن و باطن دارن. العیاذ بالله. یعنی احادیث گویا که بدون شرح نمیشه فهمیده. مثلا فرض بکنیم تا زمانی که نووی نآمدن آیا احادیث رسول صلی الله علیه و سلم کسی نمیفهمید؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور احادیثشون همش مبهم بدن، همشون مجمل بدن، همشون متشابه بدن؟ اون کی بوده؟ گفتم نووی 631 هجری تولد شدگن، در عصر 7 هجری تولد شدگن، 676 وفات کردگن. تا زمانی که ابن حجر نآمدن، ابن حجر اسقلانی که شارح بخاری شرح دادگن، تا وقتی که اون آمدن هیچ کس نمیفهمیدن مگر آیا حدیث رسول صلی الله علیه و سلم هیچ کس نمیفهمید. در اصل 8 اونها بودن، 773 تولد شدگن، 852 هم وفات کردن، در اصل 9 وفات کردن. یا عینی را مثلا ببینیم که 855 وفات کردن، در اصل 9 وفات کردن. آیا کسی نمیفهمیدن؟ آیا رسول صلی الله علیه و سلم با حدیث مبهم یعنی اومدن چیزایی گفتن که مردم نمیفهمیدن؟ 700 سال 500 سال 600 سال مردم حدیث رسول صلی الله علیه و سلم نفهمیدن، در حالی که هیچ کس از این علمایی که نام گرفتم نگفتن این خزعبلاتی که ذکر کردن. به همین خاطر خواستن که بهانه‌جویی کنن و فرار بکنن. و در جای دیگر در سخنرانیش میگفتن که یک انسان بسیار انسان متکبر هستن، بعضی انسان ها نمیخوان همراه انسان هایی بنماز بشینن صحبت بکنن، در حالی که انسان بنماز شاید میبینه که اون چند انسان صدقه داده است، خیر داده است، و این انسان که نماز میخونه العیاذ بالله میگفتن بلا تشبیه بلا نسبت، میگفتن که در دلش سگ مرده است و خوک مرده است العیاذ بالله. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ان بین الرجل و بین الشرك والكفر الصلاه. حدیث صحیح است در مسلم و راویش هم جابر بن عبد الله است. رسول صلی الله علیه و سلم این انسان کافر گفتن، انسان بی نماز کافر میگن، و این افراد میگن که نه شما تکفیر میکنید، شما فلان میکنید، شما علان میکنید. یعنی حرف رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث رسول صلی الله علیه و سلم اینو چیکار میکنن؟ ترک میکنن که گویا که رسول صلی الله علیه و سلم دروغ گفته باشد علیاذ بالله. اون انسانی که کافر است، بی نماز است، نجس است، اون انسان خیر بکنه، صدقه بکنه، نزد اینها از انسان نمازخوان بالاتر است. اون انسانی که براءت دارد، اون اینها چیکار میکنن؟ به تنفر میگن که این انسان کسی است که علیاذ بالله در قلب اون فلان نست، علان است، فلان است. و وقتی که گفتن که ما تو را میخوایم که دعوتت بکنیم، میگفت که تو کی هستی که من دعوت میکنی؟ تو مرا دعوت، ما خواستیم به حدیث رسول صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فمن لم یستطع فبلسانه فمن لم یستطع فبقلبه و ذلك ضعف الایمان. به این حدیث خواستیم که ما عمل بکنیم، به زبان ما امروز خواستیم که ما عمل بکنیم. اما از صفت منافقا هست که منافقای زن و مرد میگن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. مردها و زنهای منافق یکی در دین دیگرش است، یعنی بعضش در دین دیگرش است. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، با منکر امر میکنن، با کار بد امر میکنن، از کار نیک باز میدارن. میگفت تو بخیر دعوت بکن، من ریشم بتر میتراشم، اگر ترا من چیکار بکنم؟ کار بدت بگم که تو کاری بد کردی، در حالی که این صفتی منافقه هست. و این بهانه جویی بود و فرار بود و وقت دادیم صحبت کردم و نخواست که ما صحبت بکنیم تا اینکه میگفت که شما میخوای که آبرو ببری و بخیلگی بکنی، الله متعال عزت میده و الله متعال کسی را بخواه به عزت میکنه. هیچ کس نمیتونه که عزت برای کسی بگه. تو اتل ملک من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله متعال هر کس بخواه ملک میتی، هر کس بخواه عزت میتی، هر کس بخواه ذلیل میکنه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. منافقان نمیدونن. عزت از آن الله و رسول و مؤمنان است و منافقان نمیدونن. به همین خاطر این داشت من به چیز امر میکرد، به منکر امر میکرد که وقتی که دیدی من تشویق بکن، هر چیزی گفتم خزعبلات هر چیزی که خواستم گفتم چیکار نکن، ما را امر به معروف نکن. و این برادر همینا هستن. اگر یک انسان عوام از این سوال بکنه، دلیل سوال بکنه، ببینید چگونه برخورد میکنن. همین گونه اونا در معرکه میخوان که رسوا بکنن تو انسان جاهل هستی، گفته‌ای را نمیفهمی، باید برای دارالعلوم بخونی، بعد از دارالحدیث بخونی، بعد از اون مثل این بشه پیدا بشه، بیای مردم گمراه بکنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باقی قضاوت به خود شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.